لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وكيل له ولا نذير له ولا ند له ولا مثل له ولا مثال له. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين. وقال سبحانه وتعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وبارك وسلم عدد كل معلوم لك دائما أبدا. حضار بسیار گرامی، عشاقان قرآن عظیم الشان، گرویدگان کلام الله مجید، در این شبها و در این محفلهای پر از فیض و نورانی از درسها و اندرزهای قرآن عظیم الشان بهرها بهرمندان گرفتند. خوشنصیبان سهم خود را در رمضان تا حد وافر گرفتند و برای آخرین تقریبا ختم این شهر در مسجد زیبای پرشان و شوکت مکی خوشنام اهم از برادران و خواهران و مادران پیر تجمع کردند. بعضی از عشاقان نماز صبح ماشاءالله برای تلاش جایگاه بودند. آفرین بر عشق شما و بر درک و فهم شما که شما عشق خدا و رسول دارید. الله سبحانه و تعالی ما را به محبت خودش برساند. همه شما با این اشتیاق محبت دارید با خداوند متعال و کلام عظیمش و پیغمبر گرامی. الله سبحانه و تعالی به همه ما درک و فهم این کلام را عنایت بفرماید. سروران گرامی،
سروران گرامی، کلامی بسیار زیبا، خوش صدا، کلام رب العالمین هست. در بعد بزرگی کلام خدا، از کلام خدا اگر حرف بزنم دقایق بنده تمام میشن، لیکن بنده امشب و در شبهای دیگر که خدا فرصتی را عنایت فرمود، لطفش را شامل حال کرد، در این موضوعها حرف زده شده است. لیکن مسلمانها، این کلام عربی هست، محمد صلی الله علیه وسلم هم عربی هست، عشق به کلام زیاد هست الحمدلله، لیکن برای فهم کلام عشق دیده نمیشه. آیا در یک شب که ما تجمع کردیم در سال، یا در یک ماه در تراویح ایستادیم، حق این کلام ادا میشه؟ انسان اون مسئله بسیار مهم و اساسی را که 124,000 پیغمبر علیهم الصلاة و تسلیمات برای اشاعت و ابلاغ و تبلیغ آن از طرف خدا ماموریت داشتند، آیا این کلام با یک همچنین تجمع حقش ادا میشه؟ ما پردای قیامت تبرئه میشیم. سروران گرامی، کتابی است بسیار زیبا و حق عظیمی را بر ما دارد و خدا بر پیغمبر گرامیش همین 4 فریضه به طور عمومی نسبت به کلام بیان فرموده است. سروران گرامی اگر سکوت را رعایت کنند و استماع بفرمایند بهتر هست. اون مسئله‌ای که سبب نزاع ملت‌ها با انبیاء خودشان در طول تاریخ بوده است، همون مسئله را می‌خواهیم کمی امشب بیان کنیم. اون چه مسئله‌ای بوده که با پیغمبر علیه السلام جنگیدن، با نوح علیه السلام جنگیدن، با ابراهیم علیه السلام جنگیدن، با حضرت موسی کلیم الله جنگیدن. مسئله چی بود؟ نماز، روزه، حج، زکات، این عبادات سبب نزاع نمیتوانند بشن. چرا؟ اون مردم ها، اون انسان ها به این اعمال عقیده داشتند. مسئله بسیار مهم بود که با پیغمبر علیه السلام جنگیدن و مبارزه کردند و رسول علیه السلام را مجبور به هجرت کردند و رسول پاک صلی الله علیه و سلم را هم مجبور کردند که سلاح بردارد و در برابر آنها با قوت قهریه بیستد. بعد از 13 سال تحمل، رنج، تبلیغ، ارشاد، آخر نجای رسید که پیغمبر علیه السلام هم به تن مبارک خود سلاح ببندد و دست به شمشیر باشد و در مقابل کسانی بیستد مرحله اول در بدر و احد که 13 سال در مکان ها را تبلیغ کرده بود. اون مسئله ای که در فهم آنها نمی آمد، اون مسئله بسیار حیاتی هست. اون مسئله ساده بگم وقت داره تمام میشه، همین عبادت بود که امروز همه مردم میگن عبادت حق خدا هست، حق دیگران نیست. غیر از این دیگه هیچ مسئله ای نبود. مفهوم لا اله الا الله آنها میفهمیدن و امروز جمع غفیر ما هنوز از معنای عظیم لا اله الا الله خبر ندارند. چون لا اله
کلمه عربی هست و عموما فضیلت این لا اله الا الله را هم به کثرت بیان میکنن، لیکن معنای لا اله الا الله چه هست؟ سروران گرامی، این کل قرآن عظیم الشان تفسیر لا اله الا الله و محمد رسول الله است. همه با پیغمبر علیه السلام به خاطر همین لا اله الا الله می جنگیدن. و اذا قیل لهم لا اله الا الله یستکبرون. درود شریفی بخوانید. لا اله وقتی به آنها عرضه می شد اینها استکبار میکرد. بس همینه. دیگه قرآن عظیم الشان می فرماید اذا ذکرت ربک فی القرآن وحده ولوا علی ادبارهم نفورا. ای پیغمبر، هنگامی که شما خدا را تنها در قرآن یاد می کنید، این مخاطبان شما ولوا علی ادبارهم نفورا عقب گرد می کنند و نسبت به شما نفرت در وجود آنها پیدا میشه و با هم میگن عجب محمدی پیدا شد، اجعل الالهة الها واحدا. همه این آستانه ها را و همه این درباره ها را و همه این عتبات قره خاکی را محمد یک عتبه کرد، یک دربار کرد، یک آستان کرد. همه را میگه مسدودن جمع بشن که یک آستانی هست بسیار قوی و فریاد رسی هست در آن آستان. دیگه این بسیار ناراحت بود. عجب محمد جعل الالهة الها واحدا هذا شیء عجیب. بسیار تعجب آوره. همه این محلهای مراد، حاجت روایی، مشکل گشایی، دادرسی، فریادرسی، که اینها را ما برای خود دانسته بودیم و ما تجربه هم کردیم که فریادرسی میکنن. حالا محمد صلی الله علیه وسلم آمده میگه یک فریادرسی هست و بس، یک دادرسی هست و بس، یک حاضر و ناظری هر جا و هر وقت هست، یک سمیع و بصیری هر زمان و هر جا هست و بس، دیگه هیچ کسی نیست. عجب محمد صلی الله علیه وسلم حرف تعجب آوری میزنی. ما برای فرزند همون یک آستان را بریم و در بزنیم، برای عزت، برای رفع ذلت، نان بخواهیم از همونجا، عزت بخواهیم از همونجا، این توی ذهن ما نمیره. این همه 360 بارگاه در شهر زیبای مکه برای هر مشکلی یک آقای تعیین هست. یکی فرزند میدهد، یکی عزت میدهد، یکی ذلت دور میکند، یکی وبا دور میکند. بعضی ها الان نعره میزنن لی خمستون اطفی بها هر الوبا. این مسئله بود که سرور کائنات را با اون انسانها درگیر کرد، بلکه اون انسانها با پیغمبر اسلام درگیر شدند. درود شریفی بخوانید. انواع و اقسام دلائل برای این مطلب. قرآن عظیم الشان از دلائل عقلیه، قرآن عظیم الشان از دلائل نقلیه، نقل از پرنده ها، نقل از مورچه ها، نقل از ملائکه، نقل از انبیاء، نقل از اولیاء. الله سبحانه و تعالی ارائه داد که همه انبیاء همین حرف زدن. چرا شما بین خود و بین رب عظیم قائل وسائلی، حالان که بین شما و رب شما هیچ وسیله ضرورت نیست؟ چرا؟ که رب با شما هست. آخر صحابه هم، اکثریت صحابه کسانی بودن که این همه آستانه ها را برای مرادها در زده بودن، لیکن هنگامی که مسئله
توحید در قلب آنها جا گرفت و سبکی که محمد صلی الله علیه وسلم به آنها القا کرد در قلب آنها جا گرفت. این عاشقان توحید و دربار رب العالمین پیش رسول علیه السلام آمدن، عرض کردن یا رسول الله ما رب من را به چه کیفیتی بخوانیم؟ ما میبینیم رب ما را به کثرت در قرآن عظیم الشان سوره حامی مومن جزء 24 3 مرتبه در تمام این موضوع آنچه که خدا از ما میخواهد همین یک حرفی است. موضوع این سوره هست و آنچه که در این سوره خدا 3 مرتبه بعد از بیان دلائل و تمهیدات طویل و عریض خدا از ما میخواهد اون اینه که خدا را صدا بزنیم. آیه اول فدعوا الله مخلصین له الدین ولو کره الکافرون. عاشقان قرآن و خدا، الله میگوید بخوانید الله را در حالی که خواندن را به خدای لایزال اختصاص بدهید. شما وقتی که برای تمام مرادها و برای تمام دفع الله تعالی میگه بگذارید تا ناراحت بشن. به قول حضرت استاد میفرمودن ولو کره الکافرون، بگذارید تا آتش بگیرن کفار بسوزن، بله شما فقط خدا را صدا بزنید. پشت سر یک آیه ای هست که خطبای بزرگوار در اکثر جمعه ها این آیه شریفه را میخوانند. همین مطلب را خدا از ما میخواهد، لیکن عنوانش کمی تغییر دارد. قال ربکم ادعونی استجب لکم. پروردگار شما، مالک شما، اختیاردار شما به شما دستور میدهد. فرمان خدا هست، فرمان رب شما هست. با چه لطف خدا میگه قال ربکم ادعونی. پروردگار شما میفرمایند ادعونی استجب لکم. من فریاد بزنید بندگان، من به فریاد شما رسیدگی میکنم. منم فریاد رس، منم داد رس، منم مشکل گشا، منم حاضر و ناظر. هر جا هر وقت مرا فریاد بزنید. و پشت سر می فرماید ان الذين يستكبرون عن عبادتی سيدخلون جهنم داخرین. آنهایی که از خواندن من تنها تکبر می کنند، همراه با من خدا دیگران را می خوانند، اینها در جهنم ذلیل و خوار داخل می شوند. تند حرف می زنند، اول می خوانند و بعد می گوید یا جهنمی هستند که مرا نمی خوانند یا کافرند که مرا نمی خوانند. الله سبحانه و تعالی بعد از این خواسته خودش از ما همین مسئله را بعد از چند رکوع 2 مرتبه عنوان را عوض می کند. همونه مختصرا می فرماید فدعوه مخلصین له الدین. بخوانید خدا را در حالی که خواندن را به خدا اختصاص داده باشید. این خدای لایزال وقتی به کرات و مرات از مؤمنین خواست که در هر حال مرا بخوانید، صحابه عشق خواندن خدا در دل آنها موج زد. آمدن پیش پیغمبر صلی الله علیه و سلم، گفتن یا رسول الله ما به چه کیفیتی پروردگار را بخوانیم؟ قریب با او سرگوشی کنیم یا بعید ما جیغ بکشیم؟ عشق خواندن خدا در صحابه موج زد. پیغمبر هم خدا را میخواند، صحابه هم خدا را میخوانند. عشق خواندن خدا موج زد. کیفیت خواندن را از رسول الله سوال کردند. ربنا قریب هست فنناجیه
ام بعید فننادیه او کما قال اصحاب الرسول صلی الله علیه وسلم. رب خیلی به ما نزدیکه، ما با او سرگوشی کنیم، محرمانه اسرار خود را، مرادهای خود را، مشکلهای خود را ببین بارگاه عظیم و مجیب و فریاد رس و دادرس القا کنیم، یا بعید است که جیغ بکشیم. الله سبحانه و تعالی در کلام زیبای خودش در سوره بقره در میان بیان ماه مبارک رمضان، اون جایی که ماه مبارک رمضان را خداوند متعال بیان کرده، قبلا از این آیه و بعد از این آیه الله تعالی خواسته صحابه رسول الله را ذکر کرد و جواب: اذا سألك عبادی عنی فإنی قریب. بندگان مخلص من، غلامان مخلص من خدا از شما پیغمبر سوال کردن نسبت به قرب و بعد من. فإنی قریب، من الله سبحانه و تعالی بسیار نزدیکم به تک تک بندگان خودم. فإنی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعانی. استغفر الله. درود شریف بخوانید. عجب امروز این گلو را ما استراحت دادیم، روزهای دیگر مشغول بود، راحت تر بود. امشب نمیدانیم شما چه نثاری کردید، یا شیطان لعین آمده همینجا جا گرفته. همه بگید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بابا من نمیدانم، من اعوذ بالله نخواندم. این شیطان دشمن قرآن هست و دشمن اهل قرآن هست. به خدا قسم، خدا به پیغمبر فرمود که وقتی قرآن خواندی فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم. قل رب انی اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب ان یحضرون. خیلی خطرناک دشمنی، اینقدر دشمنی که با قرآن دارد با هیچ کس ندارد. نه با بوش دشمنی دارد و نه با هیچ کسی از این سردمداران بزرگ دنیا. شیطان یار است، فقط دشمن سرسخت قرآن مجید است. آخر قرآن هم خدا گفته باید به نام من از وسواس خناس پناه بگیرید. دیگه پناه دهنده از شر این لعین دیگه نیست. غیر از خدا از شر شیطان هیچ قدرتی نمیتونه شما را حفاظت کنه. سروران گرامی، رسول علیه السلام را صحابه سوال کردن، الله تعالی سوال را مطرح کرد و جواب داد. فإنی قریب، من خیلی نزدیکم. جای دیگه قرب خود را فرمود نحن اقرب الیه من حبل الورید. من از شهرک هر انسان به او نزدیکترم. سبحان الله، خدایی که اینقدر قریبه و فرمود فإنی قریب اجیب دعوت الداع. خودم جواب میدهم به فریاد کننده. نگفت جبرائیل جواب میدهد، محمد صلی الله علیه وسلم جواب میدهد، میکائیل جواب میدهد، حاملین عرش جواب میدهند، اسرائیل جواب میدهد، یا کسی دیگر از اولیاء را خدا بگه. نه، فرمود خودم جواب میدهم. کی را جواب میدی؟ انبیا را گفت جواب میدم، اولیاء را گفت جواب میدم، صالحین را گفت جواب میدم، علما را جواب میدن، حجاج را جواب میدم، معتمرین را جواب میدن. گفت نه، دعوت الداع، فریاد کننده را جواب میدم. فریاد کننده
نبی باشد جواب میدم، ولی باشد جواب میدم، فاسق باشد جواب میدم، فاجر باشد جواب میدم، حتی که کافر هم باشد در دنیا جواب میدم. کفار از خدا معذرت خواهی میکردن. الله تعالی گفت من اینا رو چطور عذاب بدم؟ و هم یستغفرون، اینا های میان ربا اشتباه کردیم، غلط کردیم، هم زرزش میخواهیم. خدای کریم او را حفاظت میکرد و میگفت باشه نه خیر، استغفار میخواه. یعنی من به فریاد هر فریاد کننده، نگفت که من به فریاد اولیا جواب میدم، باید دیگران اولیا را بخوانند تا من جواب بدم. نگفت من به فریاد نبیین جواب میدم، مردم انبیا را بخواهند تا من از اون کانال اینها را جواب بدم. رب میگه من خودم جواب میدم. وقتی اینقدر رب مهربانی میگه بین من و بندگانم هیچ حائلی نیست. برای این مطلب الله سبحانه و تعالی دلائل داد. فرمود من علی کل شیء قدیرم، من سمیع بکل شیء، بصیر و علیم بکل شیء هستم. هر لحظه ای که مرا بخوانید من جواب میدم. چرا؟ غیر از من هیچ کسی صفات را ندارد. لذا منو بخوانید که زندگی دائمی و سرمدی از آن من خدا هست. غیر از خدا هرچی هستند اینها فنا در فناهند، جامعه مرگ را به تن می کنند. الله فرمود الله لا اله الا هو الحی، منو بخوانید، مرا معبود خود قرار بدهید، مرا سجده کنید، مرا طواف کنید. لذا چرا که زندگی دائمی من دارم. هر کس غیر منن یا جام موت را به تن کردن یا میمیرن. آخر به پیغمبر علیه السلام فرمود ای پیغمبر شما مشوره بگیرید، از صحابه مشوره بگیرید، کارهای محتم به شان و مشوره شورایی را با مشوره انجام بدید. لیکن هنگامی که شما در یک کاری تصمیم قطعی گرفتید، اعتمادت بر هیچ کسی از این سپاهیان نباشد. چرا؟ اگر اعتماد بر یکی از سپاهیان باشد، سپاهیان در شرف موتند. لذا فرمود فتوکل علی الحی الذی لا یموت. اعتمادت فقط بر آن ذاتی باشد که زندگیش دائمیه. آنهایی که زندگیشون دائمی نیست، آنها قابل عبادت، خواندن، ستایش، سجده، نذر، خیرات، سیسیر، پتیر، دیگه بلوچان مزانه سیسیر و پتیره، غیر از خدا دیگه کسی نیست. جز خدا دیگه کسی لیاقت نظر را ندارد، لیاقت مشکل گشایی را ندارد. چرا؟ زندگی دائمی ندارد. سبحان الله. حالا اشرفترین مخلوق خدا، از همه اشرفتر، از همه اکرمتر، از همه معززتر از رسول پاک صلی الله علیه و سلم، خدا مخلوق اشرفتر دارد؟ ندارد. نه، او با خدا در این صفت میتواند شریک باشد، زندگی لا یموت. خدای کریم این مسئله را واضح کرد. روز ارتحال رسول الله صلی الله علیه و سلم، صحابه و عشاقان محمد صلی الله علیه و سلم بسیار سراسیمه بودند. هیچ میدانی، هیچ دردی، هیچ معرکه‌ای صحابه سراسیمه نکرد مگر روز ارتحال رسول پاک صلی الله علیه و سلم صحابه حواس باخته شدند. عشقی که صحابه به خدا داشت، به رسول پاک و به خدای لایزال داشتند، خدا را که از همه بیشتر دوست داشتند. والذین آمنوا اشد حبا لله. لیکن بعد از خدا آنها رسول پاک صلی الله علیه و سلم را دوست داشتند.
و بعد از خدا اگر کسی رسول الله را دوست نداشته باشد مؤمن هم نیست. از همه باید رسول الله محبوب تر باشد. موت که برای رسول اکرم صلی الله علیه وسلم مقدر کرده بود سر ساعتش آمد، مثل دیگه انسانها و مخلوقات که صاحب موت و حیاتن. رسول علیه السلام لحظه جان را به جان آفرین داد که مادر مؤمنین عایشه صدیقه طاهره طیبه رسول پاک صلی الله علیه وسلم را در خانه به آغوش گرفته بود. سر مبارک رسول الله صلی الله علیه وسلم بین چانه و سینه حضرت عایشه گذاشته بود. مادر عایشه میگه در چنین لحظه ای جان رسول الله به پرواز در آمد و در مشام من چنان عطری آمد که من در زندگی در مشامم این عطر نآمده. سرور کائنات ارتحالش هنگام برآمدن آفتاب بود که صدیق اکبر بعد از نماز صبح الوداع کرد و به خانه رفت. خلاصه خبر رسید، عشاقان به مسجد النبی فرو ریختن و خبر ارتحال شد. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه داستان را شنیده اید که شمشیر کشید و گفت، یعنی تحمل لفظ موت بر رسول الله اطلاق بشه. اگر کسی بگه پیغمبر وفات کرده گردنش میزنم، پیغمبر به ملاقات خدا رفته است، پس میاد، هنوز ما مقداری نیاز داریم ما را تعلیم بده، راهنمایی بکنه. شاگردی آمد که لحظاتی با رسول الله گذرانیده است. شاگردی آمد، رشیدترین شاگرد، شدیدترین شاگرد، دلیرترین و پهلوان تر از همه صدیق اکبر بود. همه در حیات رسول الله میدانستند که بعد از رسول الله حتی کفار هم تشخیص داده بودند که اگر این امت را بعد از پیغمبر کسی بتواند مدیریت کند او صدیق اکبر است، او فاروق اعظم است، او حیدر کرار است، عثمان غنی است. حضرت را خبر کردن، حضرت آمد. صدیق اکبر فرزند رشید رسول پاک صلی الله علیه وسلم، فرزند برومند رسول الله، لحظاتی را با رسول الله گذرانیده که غیر از صدیق با رسول الله و غیر از خدای لاعزال دیگه کسی نبوده. صدیق اکبر آمد، مسئله را حل کرد. صحابه را دید پریشانن، حواس باختن، شیرمردان مثل عمر رنگ پریده، شمشیر از غلاف کشیده، اصلا سوال نکرد. وارد حجره حضرت عایشه که محل استراحت سرور کائنات امروز هم هست، اون روز دیگه آخرین روز و آخرین روزهای مشکل رسول الله تمام شدن دیگه، به فراح و ریحان و جنت و نعیم. الان دیگه هیچ مشکلی بر رسول الله نیست، فراح و ریحان و جنت و نعیم. حضرت آمد، چادر را از رخسار رسول الله برداشت، پیشانی منور را بوسه داد و نگاه کرد، دید که دیگه تمامه. بس گفت طبت حیا و میتا، تو در زندگی و در بعد موت هم تو طیبی، تو گلی، تو ریحانی، تو عطری. خدا بار بار سختی موت را بر تو نمی آورد. چادر کشید، دید شاگردان محمد پروانه های شمع فروزان به خدا عشقی که صحابه، ازواج مطهرات، بیبیان و صحابیات، اون زنان پاک دامن و پاک سیرت که بر محمد عشق می داشتن، همه سراسیمن، عشق سرازیر، حواسها دگرگونن، همه چیز را فراموش کردن در غم رسول الله. صدیق اکبر به جایی که محمد صلی الله علیه وسلم ایراد سخن کرده است به آنجا تشریف بردن. همه پروانه های شم به پای محراب، به پای منبر فرو ریختن و استماع کردن که شاگرد بزرگوار محمد صلی الله علیه و سلم، رازدان نبوت، امروز چه سخنی میخواهد ایراد کند و چه بگوید. بعد از حمد و ستایش خدای لایزال، خدای لایموت، فرمود من کان یعبد الله
فإن محمدا قد مات. این جمله های گوهربار را او کما قال صدیق و اکبر، این جمله های گوهربار را ایراد کرد. خب این جمله ها نه وحی قرآن بودن نه حدیث رسول الله بودن. یک انسان صحابی سخن ایراد می کند: من کان یعبد الله فإن الله حی لا یموت، من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات. لہذا هر سخنران سخنی ایراد کند، مطلبی ایراد کند، باید شاهدی از قرآن، حدیث یا امثال ما از اقوال صحابه شاهدی بیاد. صدیق اکبر لحاظ شاهدی بسیار معتبر، بدون قیل و قال، بدون اینکه سندی از او بخواهند، 2 شاهد از قرآن عظیم و شان شروع کرد تلاوت را. شروع کرد. فرمود: ما کان محمد ما کان محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. این آیه سوره آل عمران این را تلاوت فرمود. آیه دیگر در قرآن عظیم و شان سوره زمر هست، آن را تلاوت فرمود که انک میت و انهم میتون. فاروقها وقتی این آیه را، این 2 آیه را شنیدن، اون فاروق اعظم ها، اونها که حوصله از دست داده بودن، آنها که سراسیمه بودن، تلاوت را صدیق اکبر کرد، سخنرانی را صدیق بکا کرد. لیکن امروز باید این امه را اداره کند. بر قلب بکای خودش ثابت قدم کرده، مثل یک فرزند رشید. یک پدر 4 تا فرزند دارد، 3 تا کوچک، یکی بزرگ، ارشد. این فرزند رشید در چنین موقعی چنان خود را ثابت و صابر گرفت که چنان سخنرانی کرد، همه فرزندان رسول الله به خدا مثل پروانه شمع. لحاظا دیگه متوجه شدن کار تمام است. به این خاطر خدا میگوید مرا فریاد بزنید، مرا بخوانید که من زندگی می دارم، لا یموت. معبود باید زندگی دائمی داشته باشه. فریاد رس، دیگه هر که فریاد رسه معززتر، مکرمتر از محمد صلی الله علیه وسلم دیگه مخلوقی هست؟ همان کاری با رسول اکرم صلی الله علیه وسلم انجام گرفت که یک انسان معمولی از دنیا بره چی کارش میکنه؟ کفن، غسل، جنازه، دفن. امروز هم سرور کائنات در روضه مقدس استراحت دارن. صحابه دیگه فهمیدن. خدا این صحابه را تلقین کرد، فرمود در معرکه احد وقتی ابلیس این نعره را زده بود، آیان آمد و خدا خبر داد که از 2 راه موت یکی حتما برای پیغمبر میاد، یا شهادت یا به اصطلاح ما موت طبیعی. شما بر میگردید، شما با موت رسول الله سراسیمه میشید. اگر سراسیمه شدید شما ضرر میکنید. و من ینقلب علی عقبیه فلن یضر الله شیئا. الله را ضرر نمیتوانید بدهید. به این خاطر خدای لایزال حالا مذمت میکند آن انسانهایی را که غیر خدا را میخوانند. الله تعالی چی میگه؟ والذین یدعون من دون الله لا یخلقون شیئا وهم یخلقون. آن کسانی را که
انسانها غیر از خدا میخوانند. آیه 20 و 21 سوره نحل است. آن کسانی را که این انسانها غیر از خدا میخوانند لا یخلقون شیئا. علما میدانند این خبر اول برای الذین یدعون من دون الله. لا یخلقون شیئا، اون غیر خداها، ساده بگم اونهایی که میخوانند غیر از خدا، لا یخلقون شیئا، اونها هیچ چیزی را خلق نکردند بلکه خودشان مخلوقان و هم یخلقون. الله سبحانه و تعالی میگه مثل خودتان مخلوق را میخوانید، از خالق اعراض دارید، این ملا را میخوانید و آن ملا را میخوانید، این پیر را میخوانید و آن پیر را، این فرشته و آن نبی را. قرآن عظیم الشان بعد میفرماید اینها که مخلوقند، مخلوق میخوانید، بعد پشت سر خدا میگوید امواتون، اونها را که شما غیر از خدا میخوانید امواتون، غیر و احیاین، زندگی ندارند، زندگی ندارند. فریاد شما را بشنوند، خودشان به دردهای شما جواب بدهند یا از خدا بگیرن مسئله بعدی و ما یشعرون ایان یبعثون. خود این بندگان خبر ندارند که چه زمانی خدا اینها را از قبرها بلند می‌کند. در سوره اعراف الله تعالی این مطلب را به طرز دیگر میگوید ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم. آنهایی را که شما غیر از خدا میخوانید از مرده ها زنده ها، سبحان الله، آنهایی را که شما غیر از خدا میخوانید، ان الذين تدعون من دون الله. در یک دقیقه دیگه وقت تمام شد، به من بگید انبیا خدا هستن یا غیر خدا؟ چرا میترسید؟ خدا یا غیر خدا؟ فرشتگان خدا یا غیر خدا؟ چوبه ها خدا یا غیر خدا؟ مجسمه بودا خدا هست یا غیر خدا؟ عیسی ابن مریم خدا هست یا غیر خدا؟ خدا میفرماید اونهایی را که شما میخوانید غیر از من عباد امثالکم. عباد جمع عبد است یا جمع عابد است. اینها بندگانی مثل شما هستند. به خدا قرآن عجیب وقت تمام شد، یعنی اینها پیرمرد و پیرزال مثل شما هستند. انبیا پیر می شدن یا نه؟ نمی شدن پیر. اولیا به خدا عجب قرآن بیان کرده. سوره هود را درس می دادم، همین آیت تو ذهن من آمد که قرآن وقتی این خواندم، فرشته ها آمدن مادر ساره را، یک ولیه و صدیقه است، و ابراهیم خلیل الله را که یک پیغمبر نه بلکه جد انبیاء علیهم السلام بعد از خودش است. هر چقدر پیغمبر آمدن فرزندان حضرت ابراهیم، فرشته ها مادر ساره 90 سال عمر دارد و حضرت ابراهیم 120 سال عمر دارد. فرشته ها بشارت فرزند دادند. تا بشارت فرزند دادند حضرت مادر تعجب کرد، مثل که عادت زنها هست. زنان ما بلوچه ها میگم وقتی یک خبر تعجب آوری باشد دست را هم به رخسار میزنه، شی او داده بسم الله هنون تا چیز. حضرت هم دست زد به چهره و تعجب کرد از اینکه یک پیرزال 90 ساله الان کنار بچه و تازه بره زایشگاه و زایمان کنه، خیلی تعجب شد برایش. گفت اعلیدو جبرئیل، من بچه پیدا می کنم و انا عجوز، من یک پیرزالم، و هذا بالی شیخ، و این شوهر من پیرمرده.
از یک پیرزال 90 ساله و از یک پیرمرد 120 ساله تازه تصمیم برزند و گهواره. چی میگی شما؟ اعلد و انا عجوز و هذا بالی شیخه. سبحان الله. جبرئیل امین گفت اتعجبین من امر الله. درست پیرزال بچه پیدا نمیکنه، لیکن حکم حاکم مطلق صادر شده تو فرزنددار میشه. اتعجبین من امر الله. حکم از آن احکم الحاکمین است، برو برگشت ندارد. تعجب نکن که حتما بچه می آید. ببینید عباد امثالکم حالا مفهوم شدن. اینا پیرمردها و پیرزالهای مثل شما هستن. خدا میگه ناتوانن. اینقدر مادر ساره تعجب که انا عجوز، من پیرزال، هذا بالی شیخم. پیرمرد و پیرزال سالها سر به بالش نگذاشتن، تازه ماشاءالله فرزندی. حکم خدا فرزند میشه. چون قول دادم که دیگر وقت را نمیبرم. و آخر دعوانا